قضاوت این مسابقه به عهده آقای حسین زمانی است، سعید زیبا، سید مهران مصطفوی و امیر آرمند تیم داوری رو تشکیل میدن. غلامرضا ادیبی و فرهاد مروجی در اتاق وار نشستند. حضور مصر در جام باشگاه‌های آسیا رو در همین استادیوم تیم‌های بزرگی مثل الهلال عربستان، مثل الاهلی امارات و اسد قطر رو شکست داد. به مرحله بعد رقابت‌های آسیایی هم صعود کرد، اما در ادامه مقابل ذوباهن اصفهان شکست خورد و حذف شد. یه اشتباه، یه لحظه از بیرجندی فرصت برای لطفی به چپ میبره، یه ضربه و گل باز میشه. همین ابتدایی کار دروازه مس کرمان روی اشتباهی که مرتکب شدن به نظرم قادری بود یا اونجا در یه لحظه همه چی فراهم شد تا محمد عسکری دروازه مس کرمان رو باز کنه. محمد عسکری که او هم یکی از بازیکنان شایسته فوتبال ماست و حالا در همین دقایق ابتدایی مسابقه میاد و گلزنی میکنه. این چهره محمد عسکری که در بازی مقابل آخال هم در لحظات پایانی گل زد برای سپاهان و مانع شکست این تیم شد. حالا اینجا دروازه مصر رو باز میکنه تا این تعداد تماشاگرانی که از اصفهان خودشون رو رسوندن به کرمان اینطور خوشحالی کنن. این هم محمد عسکری که در تصویر میبینید. یه لحظه حالا در صحنه آهسته اگه داشته باشیم، توپی رو که ناقص برگردوندن دروازه‌بان و خط دفاعی تیم مس کرمان به این شکل. اینجا توپ رسید به بیرجندی، اینجا دیگه مکس بیش از حد او زمینه رو برای گلزنی اصفهانی ها فراهم کرد. بهزادی که از راه دور شانس خودش رو امتحان میکنه و توپش با اختلاف زیادی به بیرون میره. توپا در اختیار دارن، یه ارسال بین راه، یه لحظه هادی محمدی ارتباط قطع کرد و در نهایت توپی که به بیرون رفت. امیرحسین عسکری بازیکن کاپیتانی رو هم به بازو بسته. یه توپ خوب، یه ارسال، یه نفوذ، فرصت برای مصر و ناجی دروازه سپاهان میشه سید حسین حسینی. حالا سپاهان جلو کشیده، یه لحظه توپ جدا شد از پای هادی محمدی. داور دست به جیب هم میشه. بله، یه کارت زرد نشون میده به امید پورقنبری. یه خطای شاید بیدلیل در مرکز میدان رو پای هادی محمدی کنه بومی تیم فوتبال مس کرمانه. اینجا ببینید این همون صحنه خطا رو همکارانم به تصویر میکشن. رفت با استوکاش رو مچ پای هادی محمدی و همه منتظرن تا ببینن که تصمیم آقای زمانی و مشاوره و همراهی او با آقای ادیبی و مروجی به کجا میرسه و دست به جیب که میشه. یه کارت زرد رو که اونجا داده بود، ببینیم حالا رنگ کارتش رو عوض میکنه یا نه. بله، کارت قرمز رو بیرون میاره و همون که گفتم امید پورقنبری از ترکیب مس باید بیرون بره و خوشحالی هواداران سپاهان، تیمشون 1-0 جلوه. حالا مس 10 نفره هم شده. شهبا 1-2 فصل قبل اومد قرارداد بست اما دیگه به بازی نرسید و رفت. یه اشتباه، یه فرصت و چیزی نمونده بود که دروازه سپاهان باز بشه. اوه چه خبر، دعوا شد اون وسط. سپاهانی ها اعتراض به اینکه چرا ضربه رو زدن بازیکنان مس، تماشاچیام که دیگه سر و صداشون بلند شد و داوری که اونجا حالا حضور داره حالا یه ضربه زد و احسان هم اونجا حاج صفی حضور داره. به هر حال به عنوان بزرگتر سعی داره که جو رو آروم کنه. آرش رضاوند در میانه میدان، توپو مسی ها میگیرند. ابوالفضل شورابادی یه شوت از آیتون، یه تیر دروازه که ورزشگاه نفسش بند اومد. یه لحظه عجب شوتی زد. حالا لطفی یه سر توپ در محوطه جریمه، یه تک میبندن اونجا براش، دست بردار نیست لطفی، نور بالا میزنه حسابی. حالا دیگه این روزها در فوتبال کشورمون ببینید عجب زد و فقط تیر افقی مانع گل شدن این توپ شد. کرنر رو کوتاه کار میکنن. آرش رضاوند با یه ضربه سر توپو دور میکنه. تمام مس حالا جلو کشیده.
ناظمی یه شوت با پای چپ و توپی که به کنار دروازه برخورد میکنه. یه لحظه نیمخیز شدن تماشاچیای مصر. منوچهری در مقابلش. حالا به تو میزنه عسکری، ضربش رو هم میزنه، فرصت برای سپاهان. اونجا سراسیمه توپو دور میکنن مدافعان مصر. حالا مصر میتونه در موقعیت ضد حمله قرار بگیره. اصلا دفاعی کار نکردن مسی ها. عارف، آقای پور، یه ضربه سر از کلیولی. گفتم این بازیکن چقدر خطرناکه. به لحظه ضربه سرش رو زد. بازیکنی که در این چند فصل اخیر در فوتبال اروپا در سطح اولش حدود 70-80 تا گل زده. چیزی نمونده بود که دروازه مصر رو برای دومین بار باز کنه. اینجا ببینید یه بار دیگه صحنه رو، توپی که ارسال شد، ضربه سر رو ببینید در چه شرایطی زد و عکس العمل عالی امیرحسین بیرجندی. هم خطایی که منجر به اخراج شد، شاید اگه اون اتفاقات نمیافتاد اصلا شکل بازی یه جور دیگه بود. آقای پور حالا برای کریبلی میتونه گل رو بزنه. فرصت برای کریبلی. کجا زد؟ چقدر ازش تعریف کردیم. چه شوتی زد، چه موقعیتی از دست داد این بازیکن. و اینجا سوت پایان این بازی جذاب و تماشایی با نتیجه 1-0 و روی تک گلی که عسکری برای سپاهان زد به صدا در میاد توسط آقای حسین زمانی. بازی فوق العاده تماشایی بود. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید از تماشای اون.